تصور کن سوار یک هواپیما بشی، پرواز انجام بشه اما در هیچ سند رسمی اسم تو وجود نداشته باشه. نه بلیط، نه لیست مسافر، نه ثبت رسمی حضور، فقط یک پرواز بدون مسافر ثبت شده. این دقیقاً اتفاقیه که در پرونده جفری آپستین افتاده. بعد از دستگیری آپستین، یکی از مهمترین مدارک علیه شبکه او دفتر پروازهای هواپیمای شخصیش بود. مدرکی که بعضی ها با هم میگفتند هواپیمای بی صدا. وقتی این اسناد منتشر شد، محققان متوجه چیزی شدند که واقعاً شوکه کننده بود. در بعضی پروازها اسم مسافرها وجود نداشت، یا فقط یک حرف ثبت شده بود، یا در نسخه های بعدی اسناد کاملا حذف شده بود. یعنی هواپیما پرواز کرده اما چه کسانی داخلش بودند به صورت رسمی مشخص نیست. روزنامه‌نگارها متوجه شدند که نسخه های مختلف این لاگ ها با هم تفاوت دارند. در یک نسخه یک اسم وجود دارد، در نسخه بعدی همان اسم ناپدید شده است. نه توضیح رسمی، نه اصلاحیه، نه پاسخ شفاف. کارشناسان حقوقی گفتند این نوع حذف اطلاعات معمولاً فقط در دو حالت اتفاق می افتد: یا پای افراد بسیار قدرتمند در میان است، یا پرونده هنوز به عنوان یک پرونده امنیتی حساس طبقه بندی می شود. اما عجیب ترین بخش ماجرا اینجاست. برخی از این پروازها طبق اسناد بعد از شروع تحقیقات رسمی همچنان انجام شدند. یعنی حتی وقتی پرونده باز بوده، حتی وقتی آپستین تحت نظر بوده، هواپیما هنوز پرواز می کرده. و سوال اصلی این است: چه کسانی سوار این پروازها بودند؟ چرا اسم بعضی افراد هیچ وقت ثبت نشده؟ چه کسانی از اسناد حذف شدند؟ و مهمتر از همه، چرا با گذشت سالها هنوز هیچ نسخه کامل، شفاف و بدون سانسوری از لاگ‌های پرواز آپستین منتشر نشده است؟ شاید بعضی نام‌ها هیچ وقت فاش نشوند، نه به خاطر نبودن مدارک، بلکه به خاطر قدرت کسانی که در آن پروازها نشسته بودند.